پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه بود، خورشید گرفت، کسوف شد. همون روز هم پسرش ابراهیم فوت کرده بود. شایعه شد که خورشید عزادار شده به خاطر این که پسر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم فوت کرده. خیلی ناراحت شد، رفت خطبه خوند، جمع کرد همه را. این چه اعتقاد باطلی که دارم میشنوم تو کوچه های مدینه. گفت ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله. خورشید و ماهتاب دو آیه از آیه های قدرتمند خداوند هستند که نشانه قدرت خداست. برای مرگ و تولد احدی خسوف و کسوف نمی شود. یک سری مسائل طبیعیه که به اراده صرف 100% به اراده و خواست خدا انجام میگیرد. برای بیدار کردن شما، اگر یه وقتی خورشید گرفتگی شد یا ماه گرفتگی شد یا قحطی شد، بارندگی قطع شد، پناه ببرید به مساجد و نماز طولانی سوره بقره رو بعد از سوره فاتحه شروع بکنید، یک حافظی پیش بکنید، قرآن طولانی بخونه، همه مردم شهر بیروزن تو مسجد، اونقدر نماز بخونن، گریه بکنن، توبه بکنن تا خداوند این خورشید رو آزاد بکنه. اگر خورشید گرفتگی بشه یک هفته همه چی به هم میخوره. اگر قحطی شد برید قبل دعا. امروز آقا میخواد بره قبل دعا، نماز باران، شیک میپوشه، آتکلم میزنه، لباسش اتو میکنه، جورابش میپوشه، کفشش واکس میزنه، نمیدونم قلم میزنه سر جیبش با یه لباسی. میدون نماز باران چیه؟ وقتی میخوای بری قبل دعا باید با یک لباسی بری، سرت بندازی پایین، گریه بکنید. حتی پیامبر گفته بچه های کوچک ببرید، حیواناتی که تو شهر هست همه به سینه بریزید، با خودتون ببرید تا اگر شما گناهکارید خدا به این حیوانات رحم بکنه، به گریه بچه کوچک رحم بکنه. اونجا جای عجز و گریه و زاری است، نه این که بریم قبل دعا مردم ماشینشون رو نشونه هم بدن، فلانی با زانتی آمده، فلانی با پارچه آمده، فلانی با فلان آمده.